میلم نداری خیلی. بابا من گوشتش نمیتونه لقمه میگیره. اینا گوشتای من واجبه نیست. شده از اینم برداشت. اینم سفارش اصلا داد. دیگه اینا گوشتای تو. نظرت راجع به موزه‌های سلطنتی؟ افسردگی. کدومو باید بکشم؟ قشنگ 7 کوه اومدیم بالا تشنمم. ولی بالاخره رسیدیم. تشنمم. آی آب. ای بابا. بچه عالی بود، یعنی یکی از بهترین روزهای زندگی بود و اینکه از کاخ سبز اجازه فیلمبرداری عکس برداری بهمون نمیدادن، ولی خودتون بیاین ببینید، فوق‌العاده بود. میارزید که انقدر راه ما پیاده بیاین و اینکه فقط اینجا رو داشته باشیم ویو رو. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. از این کار یکی بزنی بهش اینو برو پایین. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my lady. بعد یه پیاده روی طولانی رسیدیم به موزه استاد فرشیان. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time.
بچه ما بعد نمیدونم فکر کنم 6 ساعت اینا داریم از اینجا میایم بیرون و اینکه نمیدونم قرار کجا بریم ولی قطعا داریم میریم نهار بخوریم. آره. آقای که علی میریم نهار دیگه. مکلفات چه خوردیم؟ گشنمه. انگل داری، برو دکتر. به جز خود 10 نفر دیگه هم داره سیر میکنه. به خروس رسیدم. اینجاست. یه نفرم گفت نمیخوره، گشنش نیست. خدا شد اصلا تو گشنت نیست، کمش هم نیست. این همون آقاییه که اصلا گشنش نبود. من اصلا نخوردم، همه رو نگاه کن تایشو در آورد. آیلین به خدا مریض میشی، واسه سلامتی بده. ورزش تو رژیمه. اوکی آیلین میتونی بخوری سالم. این تموم شده. بابا آیلین همش هست دیگه. بچه تموم شده. خب توشو بگیری. آفرین. ای بوق بزنم بترسن سری بپرن تصویر قشنگ. مردم آزاری مگه؟